با سلام به همه بینندگان این ویدیو. امروز میخوایم 5 کشوری که قبل از مرگ حتما باید از اونا دیدن کرد و بهتون معرفی کنیم. پس با ما همراه باشین. جهان پر از مکانهای شگفت‌انگیز و دیدنی است که هر کدوم داستانهایی برای گفتن دارن. سفر به این مکانها میتونه تجربه غنی ماندگار رو برای شما رقم بزنه. در اینجا 5 کشوری که به شدت توصیه میشه قبل از مرگ از اونا دیدن کنین رو معرفی میکنیم. کشور شماره 1 ایتالیا. ایتالیا با تاریخی غنی، هنری بی‌نظیر، غذاهای لذیذ و معماری خیره کننده یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری در جهانه. از شهرهای تاریخی مانند روم، فلورانس گرفته تا سواحل زیبای آمالفی و ونیز با کانال‌های عاشقانه، ایتالیا برای هر سلیقه‌ای چیزی برای ارائه. کشور شماره 2 ژاپن. ژاپن با ترکیب بی‌نظیر سنت و مدرنیته، طبیعت بکر، شهرهای پر جنب و جوش و فرهنگ غنی کشوری است که شما را شگفت‌زده خواهد کرد. از معابد باستانی کیوتو تا شهرهای مدرن مانند توکیو، ژاپن تجربه فراموش نشدنی رو برای شما رقم خواهد زد. کشور شماره 3 یونان. یونان مهد تمدن غرب و زادگاه دموکراسی است. این کشور با جزایر زیبا، شهرهای تاریخی، معماری کلاسیک و طبیعت بکر مقصد ایدئال برای علاقمندان به تاریخ و فرهنگه. کشور شماره 4 کانادا. کانادا با طبیعت بکر، شهرهای مدرن، فرهنگ چند فرهنگی و مردم خونگرم یکی از زیباترین کشورهای جهانه. از کوههای راکی گرفته تا جنگل‌های بارانی و شهرهای پر جنب و جوش مانند تورنتو و مونترال کانادا تجربه متفاوت رو برای شما به ارمغان خواهد آورد. کشور شماره 5 آفریقای جنوبی. آفریقای جنوبی با تنوع فرهنگی، حیات وحش بی‌نظیر، مناظر طبیعت زیبا و شهرهای مدرن کشوری است که شما را به وحش خواهد آورد. از پارک ملی کروگر با حیوانات وحشی گرفته تا شهر کیپ تاون با کوه تیبل و سواحل زیبای آفریقای جنوبی. این سواحل مقصد زیبایی برای ماجراجویان است. نکات مهم: قبل از برنامه‌ریزی سفر دقت داشته باشید تا بتوانید از تمام جاذبه‌های گردشگری هر کشور دیدن کنید. نکته دوم: فصل سفر. بهترین زمان برای سفر به هر کشور متفاوته. قبل از رزرو برای بلیط و هتل، آب و هوای هر فصل رو بررسی کنید. نکته بعدی ویزاست. ویزا برای سفر به برخی از این کشورها برای ایرانی‌ها نیازمنده که از قبل ویزا تهیه کنید. قبل سفر شرایط اخذ ویزا رو بررسی کنید. نکته بعدی بیمه مسافرتیه که حتما بهش باید توجه داشته باشین. و نکته بعدی واکسیناسیونه. قبل از سفر به برخی از این کشورها نیاز به واکسیناسیون‌های خاصی هست. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما بودین. لطفاً برای انرژی گرفتن بیشتر ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. روزتون بخیر.